بسم الله الرحمن الرحیم. باقی مانده درس ششم. مانع چهارم، اعجاب یا از خود راضی بودن. بعضی کسا هست از خود بسیار راضی می باشن. چه قسم از خود راضی می باشن؟ من بسیار میفهمم، من بسیار عالم هستم، من بسیار دانشمند هستم، کل گپا را من میفهمم. حاجت به مدرسه و استاد و درس و عربی یاد گرفتن چی هست؟ من خودم تحلیل میکنم. بنابراین انسانی که خود جامع کمالات فکر میکنه، انسان عقیده درسته یاد نمیگیره. چون میگه من میفهمم، من از همه چیز میفهمم. و قالوا قلوبنا غلف. الله میگه بعضی از یهودیا بودن، اونا میگفتن غلف، یک قرائت از غلف. میگه غلف چی میگفتن؟ یک ظرف میگفتن، یا میگفتن که می قلب ما مثل که یک ظرف پر باشه. تو یک ظرف پر میخوای پیغمبر، بر ما معلومات دیگه اضافه بکنیم. ظرفای ما پر است، ما دیگه ضرورت به چی نداریم، به دیگه درس و تعلیم و پیغمبر و کتاب نداریم. پس اینی سبب شد که این مردم چی شدن؟ از قبولی ایمان دور شد. مانع دیگه چی است؟ قلب قاسی هست. وقتی قلب انسان به اساس گناه، به اساس تعصب، به اساس تکبر، به اساس خودخواهی، قلب بسیار قسی و مثل سنگ وارد شده باشه، پس انسان‌های قاسی القلب قلوبهم منکره، قلب‌هایشان این انکار کننده هست، در حالی که استکبار میکنن. این هم مانع هست. مانع دیگه ریاست و ملک و پادشاهی است. بسیاری کسا هستن که قدرت، چوکی، مال، متاع دنیایی، خواسته های دنیایی، این سبب چی میشه که حق قبول نکنه، حتی حق میفهمه. یک وقت میگه یک اهل کتاب، یک دو برادر بودن، میگه از یک منطقه میامدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم. این برادر کلانش بسیار چاق و قوی است، سر شتر ششته، عالم است، حبر. و بیادر خوردش یه مورسپان همی شتر را گرفته مهندرا. کجا میرن؟ میرن در مدینه منوره که این بیادر کلان که رسول الله صلی الله علیه و سلم مناظره کنه که تو پیغمبر نیستی و کتاب درست نیست، چطور است چنان. این برادر خوردش یک وقتی هم تو دمیرو روان هستن که همی پای شتر در کدام سنگ برابر میشه یا در کدام چقوری برابر میشه. خوی شتر که همی چی میکنه؟ تکر میکنه، بسیار مثل تکر موتر واره، آدم بیخی دیگه دل جیگرش دیگه در دانش میاره. این بیادر خورد وقتی که سهل میکنه که برادر کلانش بسیار به مشکل گرفتار میشه، ایده دشنام میده. ایده که دشنام میده، برادر کلانش از بالا برش میگه او احمق، دشنام نده. او میگه چرا؟ میگه او پیغمبر الله هست، تو بسیار بیعقل هستی، پیغمبر الله را دشنام میدی. اینا سرت غضب الله میایه، مثل که سر فرعون و شداد و نمرود آمد در این دشت، غضب الله سر ما میایه، هلاک میشیم. بیادر خودش میگه خاکی پیغمبر الله هست، تو چرا کتش مناظره میکنی و جنجال میکنی و آل میری؟ برای چی میری؟ برای میری که برش بگویی که تو پیغمبر نیستی. او میگه او لودمه به خاطر سیاست میکنم، به خاطر ازی که اگر مبوی پیغمبر است، باز این شترهایی که من دارم، این قصر که من دارم، این پیسه که برای من میتن، یا باز کلش سر من چی میشه؟ بند میشه. پس این برادر خرد که برادر بزرگ وقتی در مدینه منوره میرسه، برادر خود راستن میره پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. از علم از استفاده کرد. لکن او دیگه با وجودی که عالم بود، چون دنیا پرست بود، دین قبول نکرد. میفهمید پیغمبر است لکن ردش میکرد. پس یکی از موانع چی است؟ چوکی طلبی، قدرت طلبی، پیسه طلبی، خوراکای رنگارنگ. این سبب چی میشه؟ میفهمه که باطل است و اونو حق است، حق رد میکنه، به خاطر این باطل تایید میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر نفس خود و خواسته های نفسانی. متوجه باشید. خب دیگه از موانع
غرق شدن در فسق و فجور است. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون. کسانی که فاسق شدن، یعنی در گناه ها بسیار مشغول شدند و شدند، الله متعال میگه که انسان هایی که به فسق و فجور مبتلا شد بازی ها ایمان نمیارن. چرا؟ یک وقت من امرای یک کسی بود از سویزرلند 3 ماه کتش بحث کردیم. 3 ماه بعد این شخص گفت من پیغمبر قبول دارم که محمد رسول الله است صلی الله علیه و سلم. از سویزرلند بود که تو خود من در منطقه وزیر اکبرخان کابل. خب 3 ماه با هم روزانه 2 ساعت میشیشتیم و 2 ساعت ما وزیر تقریبا 1.5 ساعت شخص مناظره میکردیم. مناظره نمیدونم من دلایل برش میگفتم، اون سوال میکرد جواب سوال جواب. ماه اول تیر شد، ماه دوم تیر شد، ماه سوم تیر شد. ماه سوم شخص گفت من قرآن قبول دارم کلام الله هست، به وحدانیت الله هم قبول دارم، به چیزام قبول دارم، رسول الله صلی الله علیه و سلم هم قبول دارم. همش گفتم خلاص تو که یاره قبول داری یک کلمه بخوان مسلمان میشی. گفت نه من کلمه نمیخوانم. گفتم چرا نمیخوانی؟ گفت نمیخوانم. گفتم سعی کنم اول که ما شروع کردیم برای ما یک شرط گذاشته بودی که استاد ما تو چیزی که در قلب ماست میگیم، دروغ نمیگیم. خودم این 3 ماه دروغ براتون نگفتم، چیزی که در دلم بود برات گفتم. حالا گفتم خیلی بگو علتش چی است؟ گفت من در اون مملکتی که هستم، گفت آنقدر من در شراب خوردن، در دیدن فیلم های ناروا، در گناه ها، گفت من یا اقدر مبتلا هستیم، در منطقه ما رو مبتلا میسازن مثل که یک نفر در هیروئین مبتلا باشه، مثل که یک نفر پودری هست. میتونه الا بده؟ نمیتونه. میره قرار در زیر پل خواب میکنه، پودر الا نمیکنه. گفت این حال من نمیتونم که مسلمان دروغین شم که بگم مسلمان هم هستم باز بخیزم شرابم بخورم زنام بکنم و فیلم های خرابم زیل کنم یارم. اما اگر نخواهیم که یا کار را نکنم من بخید این معتاد هستم، میره ترک کردن نمیتونم. ببین الله متعال چی میگه؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون. اینا در فسق مبتلا هستن یا ایمان نمیارن. چرا؟ فسقشان مانعش میشه. فسق و فجایع. خوب میفهمه که با این عمل من کافر میشم، لکن در نعمتها و خواستها و گناهها و فسقی که مبتلا هست این رو چطور ترک کنم؟ بازا کلش از دست میره. از این خاطر باید میگه من یک استاد پیدا کنم، یک عالم پیدا کنم که در دستش قیچی باشه، برای من دین قیچی کده برم تو یک دین بسیار هم تو چی باشه آسان. یک کس میگه گفت که در تختی پشت ما یک دونه شتره، یک دونه چیز عکس شیر گفت که سوزن میخواست خالکوبی کنه. اون نفر که چند سوزن من گفتی کجا شد؟ گفتی والا سر شیر است. گفت کمش قضیه تیر باز که چند تا باز چی است؟ گفتی پایش است. گفت مشو گزیام تیر ایش کجاست؟ گفتی دومش است. گفت فزیام تیر شد. گفتی کجاست؟ گفتی تنش است. آخر اون نفر برگشت گفت این قسم شیر دیگه من از کجا جور کنم؟ سر نداشته باشه، تنا نداشته باشه، پای نداشته باشه، دم نداشته باشه. دیگه چه قسم شیر میبره تو در تختی پشت تو خالکوبی کنه؟ حالا یک نفر میخواه میگه تو یک اسلام باشه که دو جهاد نباشه، دو شهادت نباشه، دو مثلا با کافر مخالفت نباشه، یهوده بد نگویی، نصارا بد نگویی. متوجه هستی؟ کل این چیزا داشت باشه، دیگه حجاب نباشه، یک پا نباشه، این تو یک دین باشه. اینال برای این قسمی دین از کجا شود؟ چون ایده فسق و فجایع مبتلا هست، از این خاطر برش بسیار مشکل است. این مردم باز دین حقیقی اسلام قبول نمیکنن. السلام علیکم و رحمت الله.